من قصه را خیلی مختصر برای شما حکایه میکنم. با تقدیر الهی این هاجر و این اسماعیل که این پیش از بنیاد خانه کعبه بود، تا حال خانه کعبه ساختگی نبود، آمد میگوید در مکه مکرمه هاجر و اسماعیل باقی ماند در یک بیابانی که نه آب بود و نه خوراکه بود و نه زیست زندگی بود. بار دیگر حضرت ابراهیم برای خبر گرفتن هاجر آمد، شب خواب کرد. در خوابش پروردگار امرش کرد ابراهیم از جایت خیز و این یگانه فرزندی که دست خیز. خیلی یک آدم دهشت زده بیدار شد، یک چند اشتر قربانی کرد و شاید این خواب من امر شد. شب سوم وقتی امر شد ما به شما، حضرت ابراهیم دانست که این خواب رحمانی است. از جای خود خیست و به سوی هاجر گفت، به سوی اهلی خوش و زود بزن شانه دو زلف عنبرینش، ز جعدی باف و گیسو بپوشانش لباسی رنگ و نیکو. به نزد دوست خواهم برد او را. حضرت گفتند بده غسل کند تازه وضو را، به نزد دوست خواهم برد او را. هاجر این امر کرد. هاجر گفت الحال گفت این فرزند من اسماعیل قدیما یک جا مهمانی می روم، یک جا دعوت من کردن، باید که مهمانی رویم. از این خاطر گفت گیسوهای ایشان بشو، آوازی در آن طهارت کند، شانه کن پاشو. کار دیگر هم در همون سمکه من جایگیر کن. حضرت هاجر گفت هرگاه گفت تو کجای مهمانی می رفتی، کار نداشتی، بند نداشتی، امروز بهر چیست؟ هاجر گفت شاید که گفت قربانی کنیم. اگر قربانی بند نباشد، کار نباشد، کار برای من مشکل می شود. مورخان میگن هاجر درک یافت، در حال میگد اسماعیل فریاد زد. آن امرهایی که از جانب پدر شده بود آنها را انجام داد، شست تازه کرد. میگن تخمین 9 ساله بود، بعضی مورخان 13 هم میگویند. وقتی میگد مادرش اسماعیل شست، غسل داد، طهارت کرد، او را میگد در کنار خودش کشید و هم بوسه کرد، از گیسوهاش بوی کشید. گفت اسماعیل گفت من نمیدانم که تو بر کدام مهمان خانه می روی، لیکن اینقدر میفهمم که از بدن تو، از گیسوهای تو بوی فراق می آید، بوی جدایی می آید. خلاص میگوید حضرت ابراهیم دست اسماعیل گرفت، به سوی مینا حرکت کردند، جایی که حاجی‌ها قربانی میکنند. این حالت میگوید شیطان بیقرار شد. زمانی هست گفت باید که در خانه ابراهیم پریشانی را پیدا کنند، باید در خانه ابراهیم دوددیلگی را پیدا کنند. گفت از هاجر سر بکنند، زیرا که زن خیلی ضعیف ایمان می شود و مادر همه وقت مایل به سوی فرزند دارد. برای وسواس کردن هاجر برای من خیلی آسان است.
ترس بودند. آمد نزد هاجر، گفت هاجر، خودش را میگه شیطان با یک پیرزن تبدیل داد. شیطان در حدیث های پیغمبر میگذرد و هر صورت خودش تبدیل داده میتواند. موی سفید میکند، جوان میکند، کمگیر میسازد، مگر حبیبی خدا گفتند در صورت من خودش را در آورده نمیتواند. آمد گفت هاجر، میدانی که این نونهال باغی تر کجا برد ابراهیم؟ گفت میدانم. گفت خانه برد، او را قربانی میکند. وی را مهمانی نبرد، او را برای سر بریدن برد. هاجر گفتن نگفتن. ابراهیم به اسماعیل طاقت ندارد. گفت ابراهیم اسماعیل را دوست می‌دارد. چگونه پدر فرزند خودش را قتل میکند؟ گویا هاجر گفت خداوند و ابراهیم در خوابش امر کرد که این اسماعیل قربانی کن. حضرت هاجر چی گفتند؟ وقتی میگن نام خدا را شنید که خداوند امر کرده است، رحمتی آن پروردگاری که هاجر آفرید، 100 جان هاجر و 100 جان اسماعیل فدای پروردگارم باد. اگر خداوند امر کرده باشد، گفت هاجرم تیار است، فرزند او اسماعیلم در راه پروردگار قربانی می شود. چگونه یک مادرهای خدا ترسی بودند. امروز بعضی خواهرای ما و شما سطر میکنند، مادرهاشون صد رام می شود. بعضی جوانهای ما نمازخوان می شوند، پدرهاشون صد رام می شود. و این گونه زنا کنند، راضی هستند که از خانه بی سطر بیرون شوند، راضی هستند در هر یک توی رقص و بازی کنند، لیکن دخترشان سطر نداشته باشد، دخترشان نمازخوان نباشد. و 100 جان هاجر و اسماعیل فدای پروردگارم باد، اگر با شرطی که خدا امر کرده باشد. ابلیس دید که هاجر مفتونی او نمی شود، از اون ناامید شد، نزد ابراهیم آمد. ابراهیم گفت خودش را میگد به صورت یک پیرمرد در آورد. همین چهره زیبای اسماعیل گفت به خاک و خون آغشته میکنی. این مثل چراغ روشن است، گفت خاموشش میکنی. این مثل یک نونهال از پشمردش میکنی. میگد ابراهیم دانست که این شیطان است، در حال شناخت. گفته شیطان گفت نمی بخشد. و ابراهیم گفت این خوابی که تو دیدی خواب شیطانی است، نخواد که خدای تو گو امر کند پدر را به کشتن فرزندش، نخواد خدا نیست. گفت ای شیطان، گفت وقتی مرا در آتش می پرتاف نمرود، که اون زمان یک لحظه یا لحظه دیگر گو من در آتش می افتیدم، این زمانی که از ملائکه های مقرب درگاه الهی جبرائیل پایان شد و مرا گفت حاجت بر من داری، خدمت بالای من داری. من گفتم ای جبرائیل، من خدمت دارم لیکن به تو ندارم. به آن ذاتی که این آزمایش برای من آماده کرده است، به آن ذاتی که این آتش برای من افروخته است، من فقط خدمت از همون پروالت سخن تو در من تأثیر میکنم. قسم گفت بر پروردگار ابراهیم، اگر از مشرق تا به مغرب فرزندهای اگر حضرت ابراهیم باشد و خدای من امر کرد که اینها را یکایک قربانی کن، قسم به عظمتش گفت همشه قربانی میکنم تا که پروردگاری من از من راضی شود. و حضرت میگوید تیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم را در کمان لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم انداخت و به سوی شیطان حواله کرد. شیطان از این هم ناامید شد، آمد نزد اسماعیل که اگرچه خردسال بود و با بازی ها مشغول، و کجا میبرند؟
نمیدانی؟ گفت میدانم خانه دوستش میبرد. گفت نه. گفت تو را مینا میبرد، قربانگاه میبرد، تو را قربانی میکند. گفت چگونه پدر گفت فرزندش را قربانی میکرده باشد؟ گریز گفت، از نزد این پدرت گریز گفت، الحال وی بند دارد، کار دارد، برای تو گرفته است. اسماعیل چی جواب گفت؟ بگفت اسماعیلش ای پیری رهزن، بگفت اسماعیلش ای پیری رهزن، کی فرموده است بابا را بکشتن؟ کی امر کرد این ابراهیم بابای مرا، پدری مرا؟ کی امر کرد که اسماعیل قربانی کن؟ پدر کی راضی باشد بر شمال وزد در باغ او در نونحال؟ کدام پدر راضی می شود که شمال در نونحال او وزد؟ کنی همون کل پدر کی فرموده است بابا را در بیابان برای کردن فرزند قربان؟ کی فرمان داد؟ بگفت ابلیس که شد فرمان معبود، بکن قربان ولد، بکن قربان ولد از برای ما زود. ابلیس گفت معبود گفت، پروردگار امر کرد. چه کلماتی گفت؟ بگفت اسماعیل اندر راه سبحان، دهن 100 جان نمی ترسم ز یک جان. اگر باشد که امر پروردگار باشد، به عظمت پروردگار قسم که من از 100 جان داشته باشم نمی ترسم. من در راه پروردگارم قربانی میکنم. چه جوابهای عجیبی، چه از طرف ابراهیم، چه از طرف اسماعیل، چه از طرف هاجر. چه جوابهای به شیطان آمد که شیطان تماما ناامید شد. افسوس که این گونه جوابها امروز به شیطان از جانب ما و شما نمی شود. زنها چه خدمتها، زنهای دوره پیغمبری خدا چه خدمتها کردند. در قصه ها می آید که چگونه محبتی بر محمد داشتند صلی الله علیه و سلم. وقتی در جنگ احد که خیلی جنگ مشکل ترین برای رسول اکرم بود، که 70 صحابه پیغمبر در این جنگ شهید شد، از آن جمله حضرت امیر حمزه سردار شهدا. دشمنان اسلام اعلان کردند در میدان جنگ، اعلان دروغ کردند محمد کشته شد. آمدند در مدینه برای روحیه مسلمان ها شکستند، محمد کشته شد. تمام زنهای مدینه بر آن نقطه جنگ نگاه دویده رفتند. چگونه است؟ این جوان میگوید این دختر را شناخت. و خواهر عزیز گفت در این جنگ گفت پدری تو کشته شد. این دختر گفت من از تو از محمد میپرسم، محمد چگونه است؟ میگوید کمی این زن میگوید یک غم، یک مصیبت فرا گرفت. گفت من از تو از همبستگانم نمیپرسم، من از نزدیکانم از تو نمیپرسم، من از تو میپرسم محمد برادر قربانی شد، شوهر قربانی شد، در این 3 حالت میگوید روح افتاده نشد. گفت حال محمد چگونه است؟ گفتن حبیب خدا سلامت است. و الحمدلله که این قربانی هایی که از اولاد ما شد از گفت بیهوده نرفتن. چگونه یک جواب های خوبه از زنها و از مسلمان های اون زمان شنیده می شد. وقتی از اسماعیل هم که ناامید شد چی گفت؟ گفت به سوی پدرش گفت بابا، گفت ابراهیم کدام پیری هست که برای من صحبت دارد مرا میگوید که از پیش پدرت گریز؟ ابراهیم میگوید گفت اسماعیل گفت این سگ سیاه این شیطان است، این لعنت کرده شده از درگاه الهی هست، او را سنگ بزن. اونجا میگوید شیطان سنگ زد. وقتی که از اینها میگوید همه محروم که شد، دوام آیت ما یا مازا ترا،
قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء الله من الصابرین. حضرت ابراهیم میگوید وقتی که این اسماعیل میگوید به قربانگاه که آورد، همون جایی که باید که اسماعیل قربانی کند، و سو اسماعیل گشت و گفت یا بنیه، ای فرزند من، اینی ارا فی المنام انی اذبحک، من 3 شب پی هم خواب دیدم و امر پروردگارم هست که تو را در اینجا قربانی کنم. وقتی اسماعیل که از حقیقت حال که درکدار شد، تا این زمان حضرت اسماعیل درک نداشت، وقتی این خبر پدرش که شنید چه جواب عجیبی گفت. یک ملائکه بالای گردن خود اگر یک گوسفند را کلمه که اسماعیل گفت برابر نمی شود. چی گفت؟ یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء الله من الصابرین. ابراهیم گفت پروردگار امر کرد که مرا قربانی کن، و برای پروردگارم امر کرد که تو را قربانی کنم. افعل، در این فرمان پروردگار صبر کننده هستم، انجام ده. گفت بعضی مفسران میگن برای چی حضرت اسماعیل پرسید؟ برای چی پرسید که ای اسماعیل؟ ابراهیم فهمد که همون دعای کرده بود رب هب لی من الصالحین، همون فرزند باشد یا نه؟ که الحمدلله که همون فرزند بوده. کار را برآورد، بند را برآورد. حضرت به قربانی آغاز کند، از اسماعیل پرسید فرزند من، گفت یگان وصیتی داری؟ گفت پدرجان گفت 3 وصیت دارم. گفت جان من، گفت خبر ده چی وصیت ها داری؟ گفت یکم وصیت من همین است که الحال، گفت وقتی به قربانی شروع میکنی دست و پای مرا مستحکم ببند. حضرت ابراهیم تعظیم میکنی، داد و فریاد میزنی، ناراضگی خودت را بیان میکنی؟ گفت نه. گفت ابراهیم گفت این 2 معنی دارد. یکم این که وقتی کار در این بدن ضعیف من میرسد، من مرا معنیش این است که وقتی اگر من پا میزنم، دست میزنم، احترام شما پدر بزرگوار واجب است. شاید که از بدن من حضرت ابراهیم گریان شدن، قبول کردن وصیت اولی فرزندشانه. دوم وصیت چی داری؟ گفت جان من میکنی چهره مرا، گفت به سوی خاک بمان. گفت آیا، گفت راضی نیستی؟ گفت که چشانی من میرسد اینها در نزد پروردگار قدر دارد، قیمت دارد. بنده ای که در خاک اگر آغشته با، شاید که رحم پروردگار آید و برای من رحمت فرستد. و دوم این که وقتی تو کار میرانی و این چهره زیبای مرا وقتی تو میبینی، شاید که یک شفقت و محبت پدری تو در حرکت آید و این کار از دست تو افتد و در این امر پروردگار تأخیر به وجود آید و تو در نزد پروردگار گناهکار شوی. حضرت ابراهیم از این سخنهای فرزند میگه دلش ریش میشه. وقتی خانه میروی، مادرم هاجر وقتی تو را تنها میبیند شاید از من پرسان کند، شاید وی داد زند، فریاد زند، تو وی را درست نگو، وی را از داد و واویلا من نکن. زیرا ابراهیم جدایی از فرزند خیلی کار مشکل است. فقط او را خاموش کن، فقط او را از نام من سلام بگو و بگو که هر بهاری که اگر یک گلی نو از زمین برآمدگی را که دید، اسماعیل یادش بیاید و در حق اسماعیل دعا کند. این قدر گو وصیت من بهر تو دارم. فلما تله
فلما اسلم و تله للجبین. این زمان میگوید حضرت اسماعیل خوابانی در زمین. این یک باور که اینا یک حکمت هستند، در راه پروردگار تیار هستند. خداوند میگوید فلما اسلم و تله للجبین. وقتی وی خوابانید و جبین او را در خاک وقتی که انداخت و کارد میگوید در گردن اسماعیل ما کارد. تمام ملائکه پروردگار را گفتند نخواه بگذاری که پیغمبر را ذبح کند. همه میگوید بس پروردگارشان دعا کردند. لیکن اینجا حکمت دیگر بود که خداوند تا که خلیل بودن ابراهیم برای همه مردم آگاه کند که ابراهیم خلیل است. ابراهیم تیار است که چی جان خودش چی جان تمام فرزنداش در راه پروردگارش نثار کند. وقتی کار را میگه در گردن شفقت و مهر و محبت پدری البته جوش زد. ما و شما اگر یک کارد کنده در گردن یک حیوان هم گذاریم، وقتی نبرد یک رحم در وجود ما پیدا می شود که این حیوان عذاب کشیده ایستاده است. وقتی این کار در گذاشت میگوید تو گردن اسماعیل که نمیبرید، حضرت ابراهیم میگوید غضبناک شد و میگوید برداشت کارد در بالا یک سنگ زد، سنگ دو نیز شد. گفت تقطع الحجر ولا تقطع اللحم. حیران میشم در تو. گفت سنگ پاره میکنی گوشتی تیار نمیبری. میگوید این کارچه میگوید با یک صدای با یک قدرت الهی به زبان آمد. گفته ابراهیم وقتی تو را در آتش نمرود پرتافتن چرا آتش تو را نسوزاند؟ گفت آخه اون زمان خداوند امر کرد یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. ای آتش، این ابراهیم وقتی در درون تو می افتد، ابراهیم مرا سلامت نگه بدار و یک خنک نگه بدار. آخر گفت الحال تو یک بار امر کردی بر چگونه امر پروردگار من تأخیر کنم، چگونه امر پروردگار من نگیرم. این زمان چی شد بعد؟ و ندیناه ای ابراهیم. صدای شد ای ابراهیم قد صدقت الرؤیا ان كذلك نجزی المحسنین. گفت کارد از گردن اسماعیل دور کن، کارد از گردن اسماعیل دور کن که تو خواب ده به حقیقت برآوردی. این خواب تو خواب حقانی بود، خواب رحمانی بود، جهانیان نشان دادی. این زمان حضرت جبرائیل میگه در دستش یک کفش، یک کشقاره که بعضی مفسران میگن قریب 40 سال بود که این در باغهای جنت میچرید. اینا میگن کشاله کنان به نزد حضرت ابراهیم آورد. وقتی میگه حضرت جبرائیل که این حالت که دید چی گفت؟ الله اکبر الله اکبر. لا، حضرت ابراهیم دوام داد لا اله الا الله. صادر شد الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. کسی اگر این کلمات در روز عید و سوی عیدگاه آمدن اگر تلفظ میکند، ثواب این 3 پیغمبر را، این ملائکه مقرب را خدا در نامه اعمالش کتابت میکند. دولت دارن، مال دارن، قربانی کردن واجب شد. اگر کدام شما دولتدار باشید، کدام شما اگر مالدار باشید، کدام شما اگرچه مال $1000 هم نداشته باشید، از او کمی هم که داشته باشید، یک میانه داشته باشید، از ثواب قربانی خدا دور نکنید. هر کسی که در دنیا قربانی میکند، این قربانی برای او در روز قیامت در نامه اعمالتان ثواب می نویسد. موی قربانی را عددش هیچ کس میداند. اون شاید از میلیارد هم دانه موی او زیاد باشد. لیکن کسانی که ندارن، کسانی که نادار هستند، شما به قربانی دست نزنید، بلکه شما در همون